ناخن جویدن ریشش اضطراب هست. اینو خیلی همون شنیدیم، ولی به چه معناه؟ سلام عزیزای دلم. امروز میخواستم در مورد این مشکل شایع کودکان به اسم ناخن جویدن باهاتون صحبت کنم. اگر مشکل شما یا اطرافیانتون هست، تا آخر این پست همراه من باشید. خیلی از ماها این جمله رو شنیدیم که ناخن جویدن ریشش در اضطراب هستش. بله، جمله درستیه، اما این اضطراب چجوری میشه حل بشه؟ خیلی از پدر مادرهایی که به ما مراجعه میکنن حرفشون اینه که یه تکنیکی به ما یاد بدین که فرزند ما دیگه ناخن نجوه، مدام دست تو دهانش نبره. همیشه مثالی که برای این عزیزان میزنم این هستش که شما وقتی میرین پیش یه دندون پزشک نمیتونید با یک مسکن یا یک ترمیم ساده ریشه پوسیدن رو خارج کنید و یا اینکه یه روکش بکشین روی دندونتون و دیگه درد دندون نداشته باشین. اضطراب هم در ریشه فرزند شما وجود داره، در درونش وجود داره و ما اینجا توی اتاق درمان به وسیله همین شنهای کوچولو ریشه اضطراب فرزند شما رو از بین میبریم و یک کار اصولی انجام میدیم. کاری که شما والدین میتونین انجام بدین کمتر از کار ما تو اتاق درمان و این شنهای کوچولو نیست. شما میتونید محیط آرامی رو برای فرزندتون ایجاد بکنید. به یاد داشته باشین که فرزند شما الان بزرگ شده ولی یک روزی نوزاد بود. روزی که فرزند شما به دنیا اومد، آیا اون روز هم اضطراب داشت؟ اون روز هم نگران بود؟ نه، هیچ نوزادی اضطراب نداره. ممکنه یه مقدار لجبازی داشته باشه، یه مقدار گریه و بیتابی داشته باشه، ولی اضطراب نه. پس محیط رو برای فرزندتون آروم بکنین. سعی کنین با صدای کوتاه، نه بلند، خواهش میکنم با صدای بلند با فرزندتون صحبت نکنین. تون صداتون رو پایین بیارین، لحن مهربون داشته باشین و از همه مهمتر به جای اینکه فرزندتون رو به خاطر نداشتهاش سرزنش کنین، به خاطر داشتهاش تشویق کنین. ببینید چقدر از اضطراب و استرسش کم خواهد شد و چقدر عادتهایی مثل ناخن جویدن، شب ادراری و بقیه عادتهایی که ریشه در اضطراب داره از بین خواهد رفت. هر کدومتون یکی از این کارا هم انجام دادیم برام توی کامنت ها بنویسین تا من و دوستان من ببینیم چه اثری داشته. ممنون از همراهی بی‌نظیر.